بالا پایین آهنگ و شعر و اینا. دوستان نازنینی در شعر به من کمک کردن. در یه دوستی در لندن محبت کردن، مقدار زیادی برای من برای شعرش نوشتن و به من کمک کردن. یه آقای شیرازی که اون آهنگ سلطان قهار رو شعرشو گفتن و این نوشته، این آهنگ به من کمک کردن. و در ساکرامنتو آقای دوست نازنین به نام آقای فرا این ادامه این شعر رو گفتن و به هر حال با یک کمیته ما شعر رو تموم کردیم. یه تعدادی از شعرهای نازنین به من محبت کردن. حالا این آهنگ خیلی حسنا داشته. اولا تنظیمش شما با ارکستر که شنیدید، تنظیمش از رضا روحانی پسر من است. فوق‌العاده جاش کنید. و حالا من با این آهنگ برمی‌رفتم. دختر نازنین من نوا روحانی که کارگردان سینماست، ایشون به من گفتن انوشیروان این آهنگ خوراک همایون شجریان و من ازشون خواهش کردم که محبت کنن این آهنگ رو اجرا کنن. این آهنگ یک فوق‌العاده برای ما بود. این هم این بود که سرنوشت من و همایون رو از سر نوشت. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر گل بکاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران. گل بکاری گر بخواهیم گر نخواهیم باغبانه. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر.
گر تو روزی راز این بازی بدانی، نکته رمزش بخوانی، لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست. موج این دریا گرت از سر گذشتد، سرنوشتت سرگذشتد. بر فراز قله باور سفر کن، بال خود را با سر کن، همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک سقفی نمانده این زمانه، پر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر. از کجایی باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سرنوشت، قصه ای از سرنوشت، قصه ای از